جدید خوشبو احمدی کیست و دلیل برگزاری محفل شب خینه خوشبو احمدی در اسلام آباد پاکستان چیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی، ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب ما. خوشبو احمدی هنرمند نه چندان محبوب و نه چندان مشهور وطن است و شهرت خود را بعد از پروسه ستاره افغان به دست آورد. خوشبو احمدی یک ماه قبل محفل شیرینیخوری خود را جشن گرفت و تصاویر از این محفل را در رسانه‌های مجازی نشر کرد که بازتاب فراوانی داشت. اکنون خوشبو احمدی ویدیوهای از جریان برگزاری محفل شب خینه خود را در تیک تاک و اینستاگرام خود نشر کرده است. اما جالب اینجاست تا هنوز چهره شوهر جدید خود را ظاهر نکرده است. خوشبو احمدی هنرمند وطن است که با اشتراک در پروسه ستاره افغان و با به دست آوردن مقام هفتم در پروسه ستاره افغان در میان مردم شهرت پیدا کرد. خوشبو احمدی بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگای زیاد ساخت و برای علاقمندان خود تقدیم کرد. این بانو قبل از هنر خوانندگی آرایشگاه زنانه داشت در غرب کابل. خوشبو احمدی دارای 3 فرزند است ولی هیچگاه نام از شوهر سابق خود نبرده است و همیشه چنین بیان کرده است که نه از شوهر سابق خود جدا شدم و نه هم با شوهرم زندگی مشترک دارم. خوشبو احمدی با تلاش‌های فراوانی که داشت نتوانست در روند تخلیه به کشورهای اروپایی و امریکایی برود. اکنون خوشبو احمدی در کشور پاکستان در شهر اسلام آباد زندگی می کند. خوشبو احمدی در پاکستان هم به کارهای هنری خود ادامه داده است و در محافل خوشی پاکستانی ها اشتراک می کند. منابع نزدیک برای ما چنین بیان کرده است: خوشبو احمدی با یک مرد سرمایه‌دار پاکستانی رابطه عاشقانه برقرار کرده بود و بدون اینکه از شوهر سابق خود طلاق بگیرد با این مرد ازدواج کرده است و شخص خوشبو احمدی تصاویر از محفل شیرینیخوری و شب خینه خود را در رسانه‌های مجازی نشر کرده است. به هر صورت ما برای این جوان آرزوهای سلامتی داریم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را پیرامون این موضوع در کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درودی دیگر، بدرود.